علامه اقبال چی شعر گفته؟ قوت افرنگ نه از چنگور باب. خب متوجه باشی شعر بسیار عیناً تمثیل میکنه روزگار فیریله که دنیا استعمار چی میکنه و ما چی میکنیم. قوت افرنگ نه از چنگور باب، نیز رقص دختران بی حجاب. قوت افرنگ نه از چنگور باب که و چنگور باب میزنه قوتشون بالا شده در کره مهتاب و عطارد و زحل و مشتری چکر میزنه. او از چنگور باب او قوت نگرفته. نیز رقص دختران بی حجاب، نیز سحر ساحران لالروست. امو کسایی که یک دفعه برش میبینی خود با صابون و با شامپوی تر سفید کرده، مویا را ببینی بلس میکنه. نیز عریان ساق و نی از قطع موست. و دخترایی که لچ میگرده در دنیای اروپا و غرب، مردا دریشی داره، زنا پوت است یا مردا؟ مردا پوت است، زنا لچ است. لنگای زنا لچ است یا لنگای مردا؟ لنگای زنا. علامه اقبال میگه نیز سحر ساحران لالروست، نیز عریان ساقو نی از قطع موست. و که لنگا را لچ کرده از او کمال نیافته، مویای خود که اینجا پرید کرده مثل بچه واره، این زنایش از او کدام کمال پیدا نکرده. قوت افرنگ از علم و فن است. از کجاست؟ پشت علم و فن میگرده. از همین آتش چراغش روشن است. از همین آتش چراغش روشن، از علم و فن چراغش روشن است. چی میگه؟ باز چی میگه؟ حکمت از قطع برید جامه نیست. حکمت از قطع برید جامه نیست. علمی که آدم حاصل میکنه دی نیست که دریشی پوشیده ای، کالای ساده پوشیده ای، چپن پوشیده ای، نپوشیده ای. دی حکمت نیست. مانع علم و هنر بگوی امامه نیست که در سرت پتکه از تو علم و هنر حاصل کرده نمیتونی. او مسلمان، اصل علم از تو بوده، می دنیای کفر از تو دزدی کرده. بنیاد اختراعات جدید کلش مسلمان گذاشته، دنیای کفر از ما دزدی کرده. ولی در مشتری چکر میزنه. تو اینجا خود نساختی، به مود دینی که عقیده داشتی نه خود وفا کردی، رفتی ولی تقلید از واره کرده رایستی.